سلام بچه، اومدیم یه آنباکس خیلی خفن. امیدوارم خوشتون بیاد. یه سورپرایزی بذاریم. درین از اول اومدم یه سورپرایز بهتون بدم. همونطور که میبینید این یه لیزر خیلی گنده است. یه دونه لیزر حالا باز شد دیگه. من نمیدونم این چجور باز کنم. ناز این چی نیست. اینشو بده واش چه ساده. ایشونه دنبالادشون. خب حالا از اون چیزی که من خوندم اینشو باید با کنیم. این باتریه که داره به این صورت، یعنی ضرب درش رو به بالا اینجور میزنیم اینجا. بعد بعد میبینیم کار میکنه. بعد ایشون برچیچه اینشو اینجور وصل میکنیم بهش. همینطور که دیدید نقص نورشه که من خواستم سورپرایز کنم که نشد. این رقص نورشه. بعد از چه نگاه کنید که چند مدل هم میشه. این مدل میشه. خب حالا ایشون برای چی؟ ایشونه برای ایشونه. این شارژر ایشون. اینو این طرفی اینطور میزنید. بعد بچه ها که اشتباه بزنید باتری ها اینا بزنید به بغض درزا زرت میترکه ولی موقت. خب من اینجور این چراغش الان سبزه یعنی داره کار میکنه. بعد اینو به سرای اینا نباید بزنیم. از این پریستایی ها هستن، پریستایی که از این دایره یا ندارن داخل این پریزاشون تا این راحت به اونو جا بشه. خب حالا همینطور که همه رو بهتون توضیح دادم همین شد آنباکس. این شد. اینشو میبندیم به این. از هر جا که دلتون بخواد بگید لیزر میخوام، از این لیزر گنده ها. حالا من نمیدونم چی گفتم لیزر میخوام، گفت از این فروشنده هم گفت از این لیزر رقص نورا. منم گفتم آره از اون میخوام. حالا اگه خواستید همچین لیزری بخرید هم رقص نور همه چی داره. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. خدا